خب بسم الله الرحمن الرحیم. گر صید عدم شوی ز خود رسته شوی، ور در صفت خیش روی بسته شوی. میدان که وجود تو حجاب ره توست، با خود منشین که هر زمان خسته شوی. حضرت علی علیه السلام اولین خطبه ای رو که بعد از این که به خلافت میرسه میخونه، خطبه 16 میفرماید که ذمتی به ما اقول رهین انا بهی زعیم و انا بهی زعیم. میگه گردنم رو در مقابل حرفها گرو میذارم، اگر انجام ندادم گردنمو بزنید. من گرو میذارم گردنم. امام ما و بزرگ ما در قبال حرفهایی که میزند گردنش رو گرو میذارد. بنده به تبعیت اون امام بزرگ در مقابل حرفهایی که میگم گردنم رو گرو میذارم. اگر یکی غلط بود گردن ما رو بزنم. و اما آنچه که در رابطه با این به اصطلاح جریان انتخابات رخ داد و عدم به اصطلاح احراز رو در قبال ما عزیزان بهش دست پیدا کردن، یه خواهش اولا تشکر میکنم از شورای نگهبان برای اینکه لطف کرد بار سنگینی را دوش ما برداشت. اما ازشون خواهش میکنم شفاف آنچه که اشکال و یا نقصی در کار ماست علنا به جامعه بگن و بگوین که این عیب‌ها رو دارید. من به عنوان یک اصلاح طلب بر اساس اقتدا به مولا علی و وصیتی که داشت که الله تبغی الدنیا و این بغت کما ولا تأسف علی شیء منها ذوی عنکما، هیچ تأسفی بر داشتن از دنیا و یا گرفتن از دنیا ندارم، برای اینکه به دنبال دنیا نبودم، نیستم و نخواهم بود. وقتی انسان تونست دنبال دنیا نره و از دنیا اگر یه چیزی ازش گرفتن تأسف نخوره، جسارت اینه داره قاطعانه حرفشو بزنه، قولا للحق، حق بگه و عملا للاجر و کونا للظالم خصما و للمظلوم، اون بشه، یار یاور مظلوم بشه و در مقابل ظالم و ستمکار بیسته. تا آنجایی که خودمونو میشناسیم، خودمو میشناسم، همیشه با مظلومین بودیم و در جبهه مظلومین زندگی کردیم و هیچ وقت در جبهه قدرتمندان و ظالمان نبودیم و نخواهیم بود. زندگی ما این رو شاهده. بنده نه پست نه مطب زدم نه سهمی دارم و هیچ وقت هم دنبال پول و قدرت و منال نبودم و نخواهم بود. ولی خب شورای محترم نگهبان شاخص‌ها رو اعلام بکنه تا ببینیم مردم بفهمن که گیر کجاست. اما آنچه که اصل بر مبنای خدا میگه ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط لكل امة رسول اذا جاء رسلهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملت. تمام پیامبران امام زمان میاد که عدالت رو در جامعه پیاده بکنه و ما برای اینکه عدالت رو پیاده بکنیم مجبوریم اصلاح کنیم. حضرت علی علیه السلام مالک که روانه مصر میکنه بهش میگه که مالک انی وجهت که الی بلاد قد جرت علیها دوال قبلک من عدل و جور، شما رو به طرف سرزمینی میفرستم حاکمان ظالم و عادلی بودن، پشت سر تو حرفهایی خواهند زد که تو پشت سر حاکمان و قدرتمندان و زورگویان گفتید. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. دلیل بر اینکه یک حاکمیت درسته، دلیل بر اینکه قوه‌ای حق است مردمن. اگر مردم ما را نپذیرند ما صالحین نیستیم. باید بپذیریم که مردم بزرگانمان، مشتریانمان و آقا ما نوکران مردم در عمل باشیم، نه اینکه شعار بدیم مردم نیومدن اشکال نداره. یه عده میان رأی میدن و ما رئیس جمهور باید الگو و تبلور تمام ملت ایران باشه. ما بروندادی رو که الان به وجود آوردیم یک جناح، یک دسته و یک گروه که میتونن رقابت کنند، نه اونایی که در همه جامعه وجود داره. فملک هواک و شح بنفسک اما لا یحل لک، مواظب هوای نفست باش مالک، کاری نکن که اون چیزی که بر حرامه اون عمل کنی. حرام کدومه؟ حرام اینه که الانصاف منها فیما احبت و کرهت، انصاف رو مراعات کنید در قبال آن کسانی که دوست دارید با آن کسانی که دوست ندارید. انصاف رو
مالک به اونجا در جای دیگه میگه خدا و مردم رو میذاره یه طرف، حضرت علی مالک رو و قوم و خویش رو و دار دستش رو میذاره طرف دیگه. میگه از بین این دوتا انصاف نکنی ظلم کردی و اگر ظلم کنی خدا رو با خود دشمن کردی. ما در جامعه‌ای که زندگی میکنیم بی‌عدالتی در سیاست، در اقتصاد، در قومیت، در فرهنگ، در هر جا نگاه کنی وجود داره، انکار ناپذیره. اگر بخوایم اینا درست بشه باید اصلاح کنیم. نمیشه توی نمیشه من اگر در کردستان به دنیا بیام، اگر در بلوچستان به دنیا بیام، بهترین آدم باشم، نخبه ترین کس باشم، نخواهم توانست در سیاست جایگاهی پیدا کنم که حقمه و باید باشه. گناه همینه که مال بلوچستانم، گناه همینه که مال کردستان. خوزستانی که ما توش زندگی آب و نفت و گاز از اونجا میگیریم، در اونجا اونا حقشون آب خوردن در خیلی جا ندارن، گرفتارن. اینها برای اصلاح به عدالت و به انصاف نیاز داره. اگر قراره یه گروهی حرف بزنن، طرف مقابلم بذارید حرف بزنن. اگر قراره یه عده‌ای در قدرت باشن، بذارید همه باشن. ایران مال همه است، مال یک دسته، یک جناح، یک گروهی نیست. مردم پشت سر ما برید ارزیابی کنید، مردم پشت سر ما حرفای خوبی نمیزنن. مقصریم، باید رفتارمون و نگاهمون رو اصلاح کنیم، وگرنه این مملکت در خطره. حضرت علی علیه السلام در همونجا به مالک بعد از این که میگه با مردم مهربانی کن، با این مردم لطف کن، از گناهشون بگذر، مثل انسان با اینا برخورد کن، میگه مالک ولا تقولن انی معمر عامر فوتا، نگو من امیرم، دستور میدم، اونایی دیگه باید اطاعت کنن، غلط کردن. این ادبیات 3 تالی فاسد داره. ادغال فی القلب، قلب و سیاه میکنه، منحکة للدین، دین رو تضعیف میکنه، و تقرب من الغیر، تغییر و دگرگونی رو نزدیک میکنه. وقت من تموم. انصاف رو در قبال آنچه که هست باید همه مراعات بکنن. اسلام به ذات خود ندارد دین. دیگه آبادی میخانه ز ویرانی ماست.